سلام دوستای عزیز و از کابل افغانستان. همراه شما صحبت میکنم. نام جاوید صدیقی، رئیس مؤسسه خیریه دانش. تمامتان معلومات داریم و کمک‌های کردید در این 6 ماه اخیر از لندن و خوشبختانه مواد رسیده و تقسیمات ما شروع شده. دیروز شروع کردیم یک تعداد به تلفن‌های کابل و یک تعداد دیگه بخشی که گرفتیم و قرطاسی است. کتابچه‌های را تقریبا 60 پن امروز گرفتیم، خریداری کردیم. امروز زمینه ساختیم و تعداد دستکش‌هایی که هست، کلاه است، گوشکی است. این را صرف اختصاص دادیم به مکتب رحمت الله شهید که در غوربند ولایت پروان قرار داره و دو لیسانس داره، یک ذکور یک اناث و مدیر صاحب مکتب گزارش خودشان میده، سپاسگزاری خودم میکنم. جناب عبدالحیات آمر لیسه رحمت الله شهید، ما زیاد تشکر میکنیم از کمک مؤسسه‌تان که بر اطفال بی‌بضاعت بیچاره مردم این کمک ها رسیده. یک جهان سپاس. این جناب مزایل آمر مکتب نسوان رحمت الله شهید از شما تشکر میکنم. کمک‌هایتان برای لیسه نسوان رحمت الله شهید کردیم و تشکر میکنم به نمایندگی از شاگردان مکتب. تشکر میکنم. سرمعلم مکتب رحمت الله شهید مکتب رحمت الله شهید شما کرده یک جهان سپاس. تشکر از شما.